یه بحث خیلی مهمی که هستش تو بحث هزینه هستش. شما یه آمار خیلی جالبی من بهتون بدم، این هستش که ما مثلا به طور مثال تو بحث تداخلات دارویی سالانه در کشور ما نزدیک به 200 نفر فقط بر اثر این تداخلات دارویی دارن متاسفانه از بین میرن، که با این استارتاپ ما و این بحث تداخلات دارویی که توی این استارتاپمون ایجاد کردیم میتونه که این آمار به شدت بیاد پایین و جون خیلی‌ها نجات پیدا بکنه. و هزینه ها مهمتره. یه رقم خیلی عجیب غریبی مردم ما دارن هزینه میکنن و شبکه بهداشت این باری هستش که روی از جیب تک تک مردم این سرزمین داره بیرون میاد. بابت هزینه‌ای هستش که چه اینکه خود بیماران به اتفاق همراهاشون مجبور باشن بیان به مراکز استان‌ها، به مراکز درمانی که توی به هر حال مجموعه‌های خود تو شهر خودشون وجود نداره، توی روستای خودشون وجود نداره و این تازه ما رو این هستش که طرف یه بار مجبور باشه بیاد، اگر خدایی نکرده مجبور باشه این تعدد پیدا بکنه و چندین بار بیاد و بخواد مسئله درمانش رو پیگیری بکنه که باز این هزینه ها سرسام‌آور هستش. بحث موندنش، بحث به هر حال همه این مسائلی که روش هستش. مهم مسئله دیگه بحث این هستش که بعضی وقتا برعکس ما مجبوریم تو همه شهرستان ها و شهرهای کوچیک پزشک حاذق و متخصص و فوق تخصص نداریم و مجبور هستیم پزشکای پروازی داریم و پزشک مجبور هستش که بره اون شهرستان، اون مراکز محروم و اینها برای اینکه بتونه سرویس بده و این هزینه اسکان داره، هزینه رفت آمد داره و هزینه های مختلفی وجود داره و این رقم در بالای 500 میلیارد تومان در سال هزینه هستش که بابت این همین جابجایی ها، همین رفت آمد ها، همین هزینه هستش که میشه صرفه جویی کرده شه و این هزینه تحمیل نشه و باری نباشه که به روی دوش بیماران یا پزشکان یا خود وزارت بهداشت و شبکه درمان ما وجود داشته باشه و از نظر اقتصادی بسیار به صرف است. اصلا کلا دنیا و مخصوصا این کرونا هم خیلی توی مسئله تشدید کرد این مسئله رو که همه به این سمت میرن. حالا شاید این مسئله یه موقعی بعضی وقتا ما فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم، اینها برامون طنز بود و رویایی بودش که ما با توجه به هوش مصنوعی آدم‌ها مشکلی براشون پیش میومد میتونستن صحبت کنن، مشکلشون رو مطرح بکنن با یه کامپیوتری یا با اینکه برن داخل یه دستگاه قرار بگیرن که بتونه اون دستگاه درمانشون بکنه. اما واقعا این جنبه مسئله داره به این سمت پیش میره و بهداشت جهانی و این نوع درمان داره به این سمت پیش میره. اما اینو هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که هیچ وقت نمیتونه جای انسان رو بگیره و اون پزشک همین الان تو آماری که وجود داره بالای 98% تشخیص میتونه بده و خب بهترین حالتی که وجود داره توی همین هوش مصنوعی نزدیک 92 و 3% هستش که ما تونستیم کسب بکنیم. اما این هستش که باز خطا و اشتباه خیلی میاد پایین، به شدت میاد پایین و این کمکی میکنه به پزشک که نمیتونه همه بیمارها رو یادشون باشه، همه بیمارها رو چه از نظر پرونده بیمار، چه از نظر مصرف داروهایی که انجام میداده، چه از نظر سوابقی که داشته، این تو حافظه یه پزشک بمونه با توجه به تعدد بیمارهایی که داره و این کمک شایانی میکنه به این مسئله که در عین حال که هینت یا اون اشاره هایی رو که به پزشک بکنه که آقا اگر قراره که این بیمار درمان بشه این سوابقش هست و این مسائل هست، دسترسی خیلی لحظه‌ای به تمام داده ها داشته باشه. و عملا خب ویژن ما، آینده ما این هستش که ما تمامی چندین محصول متفاوت در حوزه‌های متفاوت، در حوزه درمان، در حوزه تشخیص، در حوزه و پزشک و بیمار رو راه اندازی کنیم که تمامی خدمات از کانال ما رد بشه که بتونن هم مراکز درمانی، هم مراکز دولتی که ارگان‌های رسمی این قضیه هستن و هم بیماران و هم پزشکان و هم مراکز سرویسی مثل داروخانه‌ها، مثل کلینیک‌ها در تمامی نقاط کشور، حتی مراکز جاهایی که در نقاط دوردست هستن مثل منطقه محروم مثل کردستان، زاهدان و جاهایی که خیلی دسترسی به پزشک کمتر دارن، بتونن از این خدمات استفاده کنن با هزینه‌های مناسب که ان شاءالله این درد مردم کمتر